حتما ورم خورجام آنم رکای بچه باید و چطوره نیرشی رکشه. این آخرین یادگاری پسر سعادت است که از محبس به دستش رسیده است. جسد نیک قدم صالحوی 34 ساله را 8 ایول در زادگاهش ناحیه ورزاب به خاک سپردند. مقامات انتظامی به این خانواده گفتند که نیک قدم همراه با 13 زندانی از استعمال نان درگذشت. مادر به شرح رسمی مقامات با شبهه می‌نگرد. میگو که خلیب اترولین شده. آخه خلیب خواهد چکندگیش مایل که بعدی باید چکن. او سری خونولش برای چی های؟ سلفانا پری خون گردنا پری خون. آخه اینجا برای چی های؟ این همین تا پوست سر تا اونجا دختگی. این جا دخته بینی زدگی. نمیشناسی او بچه خسروره. مقامات نیک قدم صالحو را با گمان نگهداری سلاح و همدستی با برادر کلانیش گناهکار کردند که گویا در سوریه بود. سعادت صالحو 3 پسر داشت و حالا از فراق هر سیش می سوزد. پسر کلانیش را که در خارجه زندگی می کرده است، مقامات با همدستی با گروه های افراطی گمانبر کردند و بیش از 2 سال شد از وی خبری نیست. مصطفی پسر خردی سعادت بعد سال 2017 در مسکو ناپدید شده است و از او هم درکی نیست. 2 سال شد نباید در تمام جا دادم یگان جا نمیگو که یک کاغذ مسکو دادیم همون اتویت یوای اومد میگو که بچه میگو باید در یگان ترمه نیسته در یگان جا نیسته. التماس هم مصطفی من در من گردانم مصطفی من یوان قلنگ وان که در کدام ترمه ما زنده شای مرده شای ما یوان هم که اینجاگی من بچه ما. سعادت صالحو میگوید که حالا تنها یک التجا از پرزیدنت کشور دارد که از حال زندانی ها با خبر شود. بعد از نشر عکس برخی فوتیده ها و سخنان نزدیکان محبوسان فوتیده، مقامات نگفتند که آثار زخم در بدن برخی محبوسان از کجاست. تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت شرح سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه هم بی نتیجه بود.